در مورد مسائل زیادی صحبت کردیم، اما اینکه ما عکاسی رو یاد گرفتیم، نورپردازی رو یاد گرفتیم، ادیت رو هم یاد گرفتیم. حالا باید چجوری کار کنیم؟ چجوری باید خودمون رو معرفی کنیم به بازار، مشتری بگیریم و شروع به کار بکنیم. من مسعود عباسی هستم، با من همراه باشید. نکاتی که میخوام بهت بگم خیلی نکات مهمیه، لطفاً دقت کن. ببین، شما میخوای عکاسی رو شروع کنی، به نظر من همزمان با تایمی که داری آموزش میبینی، داری عکاسی، نورپردازی و ادیت رو آموزش میبینی و یاد میگیری و دقیقاً از لحظه‌ای که تونستی اولین عکس رو بگیری و به نظر خودت عکس خوبی بود، به نظر من کارت در تبلیغ رو باید شروع کنی. یعنی وارد شبکه‌های اجتماعی بشی، مثلا اینستاگرام، و اولین عکس‌های خودت رو آپلود کنی و شروع کنی به تبلیغ کردن خودت. حتی از اینکه داری آموزش میبینی میتونی استوری بذاری، از اینکه داری یاد میگیری، از اینکه رفتی سر پروژه عکاسی داری عکاسی میکنی، میتونی استوری بذاری، مطلب بذاری، عکس بذاری، فیلم بذاری و نشون بدی که تو داری این کار رو انجام میدی و یه جورایی پرسونال برندینگ تو به نظر من شروع کنی. خب چرا من میگم قبل از اینکه حرفه‌ای بشی و کارت عالی بشه باید تبلیغ رو تو اینستاگرام شروع کنی؟ به این خاطر که ببین، وقتی که کارت خوب شد دیگه باید هرچی سریعتر به کسب درآمد برسی. خب بهتر این تمرین ها که چه استوری های جواب میده، چه استوری خوبه، چه استوری خوب نیست، و این آزمون و خطاها رو تا وقتی که داری یاد میگیری و آزمون و خطا برای یادگیری این کار رو هم داری انجام بدی و وقتی که واقعا حرفه‌ای شدی و کارت خوب شد دیگه مستقیم بتونی کار انجام بدی، مستقیم بتونی مشتری بگیری و جوابگوی مشتریات باشی. خیلی خیلی اهمیت داره که قبل از مشتری گرفتن حتما حرفه‌ای بشی. پس اگه نظر منو میخوای، قبل از اینکه حرفه‌ای بشی تو عکاسی، تبلیغتو شروع کن و خودتو به عنوان یه عکاس جا بنداز و طرفدار خودتو جذب کن و وقتی که خواستی مشتری بگیری و شروع به کسب درآمد و کار با مشتری بکنی، دقیقاً وقتی باشه که کارت خوب شده. یعنی تو تمام آزمون و خطاهاتو توی عکاسی انجام داده باشی، به خاطر صدا عذر میخوام، تمام چالش ها تو موقعیت های مختلف، شب، روز، تاریکی، روشنایی، هوای ابری، هوای آفتابی، تو تمام این شرایط با مدل ها عکاسی کرده باشی. مدل توی این تایم میتونه هر کسی باشه، هر کسی که پایه تو باشه و باهات بیاد عکاسی، نه اینکه حتما یه مدل حرفه‌ای باشه. عکاسی کرده باشی و تمام شرایط رو کار کرده باشی، نمونه کار از این مدل هایی که بهت گفتم داشته باشی و بعد از اینکه اینا همش اوکی شد دیگه تو کار با اینستاگرام رو هم یاد گرفتی. در مورد برندسازی، در مورد این چیزها هم باید تحقیق کنی. مطالبی که ما تو پیجمون میذاریم یا کسایی دیگه یا کسایی که تخصصی این کار رو پیگیری میکنن رو ازشون حتما یاد بگیری و همه این کارها رو با هم انجام بدی. یه سری نکته هست من در مورد کسی که میخواد شروع به کار کنه و با مشتری کار کنه نوشتم، یکی یکی میگم، ترتیب خاصی نداره، هرچی به ذهنم رسید نوشتم و براتون توضیح میدم. اولش اینه که دوست و رفیق عکاس داشته باش. یه نکته خیلی منفی که من میبینم تو بین بچهای عکاس اینه که بیشتر از این که با عکاس‌ها رفیق باشن باهاشون رقابت دارن و نه یه رقابت سالم، رقابتی که دشمنگونه است. این خیلی به ضرر شماست. شما باید دوست‌های عکاس داشته باشین، با تمام عکاس‌ها ارتباط صمیمی و خوبی داشته باشین. کوچکترین سودش اینه که شما اگه یه وقت لنز خاصی، دوربین خاصی بخواین و اون دوستتون داشته باشه، میتونید ازش استفاده کنین صرفاً به خاطر این رابطه رفاقتی که باهاش دارین و خیلی اتفاقات مثبتی میفته. مثال دوم و مهمش اینه که وقتی که تو به عنوان یه عکاس با من عکاس دوست باشی، من اگه یه مشتری داشته باشم که فرصت نداشته باشم تو اون روزش عکاسی کنم، مسلماً به تو معرفی میکنم. یعنی بدون هیچ هزینه‌ای، بدون هیچ تبلیغاتی، فقط صرف دوست بودن با من، یه مشتری از طرف من برات میاد و خب این خودش سوده. البته دوستای عکاس داشتن خیلی مزیت داره و
اصلا نمیشه گفت، یعنی انقدر زیاده که توی کلیپ جا نمیشه. مورد دوم، با هیچ عکاسی رقابت نکن که گفتم. 3 خوشقول باشی. اینو باز دوباره در ادامه میگم، خوشقول بودن اصلا به نظر من بازاری ترین رفتار خوشقول بودنه. اینکه مشتری تو، رفیقای تو، دوستای تو، آشناهای تو بتونن رو تو حساب کنن، بدونه که وقتی داری یه قولی بهش میدی سر قولت هستی. و این خیلی خیلی مشخصه خیلی عالی هست برای عکاس. 4 ارتباط خوب با مشتری داشته باشی. ارتباط خوب با مشتری باز این هم خیلی خیلی گسترده است و توضیح دادنش واقعا سخته، اما من خیلی خلاصه میگم ارتباط خوب و احترام گذاشتن به مشتری فوق‌العاده مهمه و شما میتونید با این اخلاق خوبتون و ارتباط خوبی که با مشتری میگیرید مشتریاتون رو تبدیل کنید به مشتری‌های ثابت. و از مزیت‌های داشتن مشتری ثابت هرچی بگم کم گفتم. حالا این ارتباط خوب و احترام گذاشتن به مشتری شامل عکس خوب گرفتن هم میشه. این خودش یه جور احترام گذاشتنه. ادیت خوب زدن خودش احترام گذاشتنه. خوشقول بودن خودش احترام گذاشتنه. همش این نیست که باش خوب صحبت کنی. قیمت خوبی بهش بدی یا یه وقتایی تخفیف دادن هم به نظر من یه جوری احترام گذاشتن به مشتری هست و باعث میشه که مشتری تو تبدیل بشه به مشتری ثابت. مورد 5، یک مشاور باش برای مشتری. اینم به نظرم خیلی مهمه. وقتی که تو به عنوان یه مشاور باشی برای مشتریت، یعنی مثلا مشتری تو میگه که آقا من فردا میخوام بیام عکس کلاسیک بگیرم، به نظر چه لباسی بپوشم؟ حتما بهش جواب بده، حتما این اطلاعاتو داشته باش. بتونی بر اساس شخصیتش یا بر اساس لوکیشنی که میرین یا بر اساس خیلی متغیرهای دیگه‌ای که وجود داره تو عکاسی بهش مشورت بدی چه لباسی بپوشه. شاید اون لباسی که خودش مد نظرشه یا اون لباسی که انتخاب کرده درست نباشه. شاید یه وقتایی نیاز باشه شما با مشتریتون باهاش باشین برین و براش لباس انتخاب کنین، براش خرید بکنید، یعنی یه جورایی اینجوری بهش مشورت بدین. یا حتی در مورد پست گذاشتن تو اینستاگرامش، تو تلگرامش چه تایمی بذاره. اینها به نظر من باعث میشه که ارتباط خوبی بین شما و مشتریتون به وجود بیاد و اون مشتری رو دیگه هیچ وقت از دست ندین و این خیلی عالی هست. به زمان خودت اهمیت بده. یعنی چی؟ یعنی به نظر من باید طوری رفتار کنی که مشتری تو بدونه که تو به زمان اهمیت میدی. بهش وقت بدی. بابت وقت دادن ازش پیش پرداخت بگیری. این وقت عکاسی دادنه. بهش تایم بدی، بگی آقا من سر فلان روز، 4 روز دیگه، یه هفته دیگه، 2 ماه دیگه بهت عکساتو تحویل میدم و واقعا سر اون تایم بهش تحویل بدی. هر چی که شما به زمان خودتون اهمیت بدین مشتریتون هم به شما اهمیت میده. این نیست که مشتری بخواد شما رو اذیت کنه بعد خودتون این اهمیت رو بدین به مشتری و بگین که آقا من تایمم برام مهمه. چون یه وقتایی اتفاق میفته که مشتری امروز که ازش عکس میگیری همین امروز به تو میگه عکسامو میخوام. خب تو برای امروزت برنامه‌ریزی کردی از قبل، تو ممکنه که امروز اصلا فرصت نداشته باشی حتی عکس‌ها رو از رم دوربینت به موبایلت منتقل کنی، بخوای حتی خام براش بفرستی. و این اهمیت دادنه باز خودش هزار شاخ و برگ میگیره و در کل یه مواردی رو دارم خیلی کلی بهتون میگم. انشالله در آینده باز خیلی تمیزتر و خیلی دقیق‌تر بهتون میگم. همه چیز رو از قبل تعیین کن. این خیلی مهمه. این خیلی مهمه. هم میتونه به ضرر عکاس باشه هم به ضرر مشتری. بارها دیدم که عکاس اومده گفته من قبل از عکاسی مشخص نکردم، رفتیم عکاسی و تموم که شده مثلا من گفتم شاید 200,000 تومان و مشتری تو ذهنش شاید 70,000 تومان بوده. خب اینجا هر دو نفر ضرر میکنن. عکاس به امید عکس 200 تومانی رفته عکس گرفته و مشتری به امید عکس 70-80 تومانی اومده عکس گرفته. خب یه سردرگمیه و اینکه کی مقصره به نظر من زیاد مهم نیست، اما عکاس مقصره و باید از قبل مشخص میکرد. حالا مشتری حرفه‌ای نیست بار اولش مثلا اومده عکس بگیره، توی عکاس که کارت اینه پس باید از قبل مشخص کنی. یه جورایی به نظر من گول زدن مشتری هم محسوب میشه، اینکه از قبل نگی چه قیمتی
و یه جورایی در حق مشتری ظلم میشی. حالا بماند که مشتریایی هستن که از قبل بهشون تعیین میکنی، مشخص میکنی همه چیزو، اینکه این همه مثلا من 2 ساعت برات وقت عکاسی میذارم، اینقدر ادیت میکنم و 4 روز دیگه تحویل میدم و این مبلغ رو ازت میخوام، اوکی میده و بعد میزنه زیرش. خب اینم راه حل های خودش رو داره، مثل قرارداد بستن که انشالله در آینده راجبش صحبت میکنیم. مورد نهم که شاید باید به عنوان اولین موارد میگفتم، عکاسی رایگان انجام بده اما عکس با مبلغ کم انجام نده. شما که شروع کارته و اول کارته و تازه شروع کردی، چقدر دوباره گفتم، شما نباید به هیچ عنوان با قیمت‌های کم کار کنی و بگی حالا مثلا شاتی 100 تومن 200 تومن به من پول نمیده مشتری. نه، به نظر من رایگان کار کنی و اعلام کنی که آقا من این عکس‌ها رو دارم میگیرم که تبلیغ کارم بشه، چون اول کارم دارم رایگان میگیرم. خیلی بهتر از اینه که بیای عکس‌های مثلا شاتی 10,000 تومن 15,000 تومن حتی 70-80 تومن بگیری. باز هم اینا رو برند شخصی تاثیر منفی میذاره و اینو همیشه یاد باشه مشتری که اومدی شاتی 10,000 تومان به تو پول داده حاضر نیست دوباره بیاد و سری بعد شاتی مثلا 100,000 تومان به تو پول بده و نهایتا 12-13,000 تومان بیشتر قرار نیست بهت پول بده. خیلی حواستو جمع کن. یه مورد دیگه هم برای کسایی که تازه کار هستن که میپرسن چجوری کارمون رو شروع کنیم، شما میتونید برید توی آتلیه کار کنید، حتی با قیمت کم. تو آتلیه های بنام و آتلیه های خوب شهر کار کردن این مزیت رو به شما میده که کار رو یاد بگیرین، رفتار با مشتری رو از اون آتلیه دار یاد بگیرین، اینکه چجوری کار رو انجام میده، اصلا چجوری تحویل میده، چجوری کار رو میگیره، چجوری مشتریش رو پرزنت میکنه، چجوری با شما که شاگردش هستی رفتار میکنه. همه اینا رو میتونی تحت نظر بگیری و برای خودت مشخص کنی کدوم رفتار خوب بود، کدوم نتیجه مثبتی داد، کدوم نتیجه منفی داد. در این حال یواش یواش همکارا هم شما رو میشناسن توی آتلیه که کار کنید، مشتری‌ها شما رو میشناسن و این یه شروع خیلی خوبه و یه تبلیغ خیلی خوبیه برای شما که تو آتلیه ها کار کنید، حتی به صورت رایگان. اما باید حواستون باشه که اون آتلیه دار از شما سوء استفاده نکنه و کار زیادی ازتون نکشه، در قبالش هیچی بهتون نده. به هر حال یا باید چیزی بهتون یاد بده یا بهتون پول بده، یا اینکه شما نه فقط رفتید اینجا تجربه کسب کنید و فقط با دیدن خیلی چیزا رو میفهمید. باید ببینید چی ارزششو داره. همه چیز بستگی به شما داره و بستگی به اون آتلیه و کل شرایط، همه چیز. من تو این کار میگم همه چیز به هم بستگی داره و اصلا یه چیز مطلق نیست. شاید من برم یه آتلیه‌ای به عنوان کسی که تازه کاره کلی از من کار بکشه، خیلی خیلی بیگاری از من بکشه، ولی در عوض من فقط با دیدن اون و مشتریهاش و رابطهشون با هم دیگه اندازه 10 سال تجربه کسب کنم. و باید ببینی که ارزششو داره یا نه، باید بری و تجربه کسب کنی. میتونی برای شرکت‌های تبلیغاتی کار کنی در شروع کارت. برای شرکت‌های تبلیغاتی براشون ادیت انجام بدی، براشون عکاسی انجام بدی یا رایگان عکاسی کنی، هیچ ایرادی نداره. تو داری برندسازی تو انجام میدی، ولی هیچ وقت با قیمت کم کار نکن. اگه نکته چیزی یادت موند که میتونیم به این نکات اضافه کنیم حتما بهم بگو تا تو کلیپ‌های بعدی بهتون بگم. اگه سوالی دارین بپرسین، در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.